در تفسیر نور و فروزان به نقل از تفسیر در المنصور میگه وقتی یونس این بنده خدا شکایت را به سوی رب العزت و الجلال کرد، گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، ای الله من از جمله ظالمینم. این صدای یونس رفت به زیر عرش رب العزت و الجلال. ملائکه گفتن خدایا ای رب العزت و الجلال، صدای یک شخص آشنایی از سرزمین غریبی می آید، هی طور فریاد می زند. الله میگه آیا نشناختید این صدا صدای کیست که از سرزمین غربت، شکم ماهی، جایی که هیچ کسی دیگری نیست، اما یونس به رب العزت و الجلال امید دارد که حتی خدا رب و مولا میتواند از این تنگنای شکم ماهی مرا نجات بدهد. ناامید نمی شود. وقتی چنین ربی و چنین مولایی و چنین خدای داری، حتی در این حالت تنگنا هم ناامید مشو. شما نمی شناسید این صدا صدای کیست که از سرزمین غربت رب بر فریاد می زند؟ نه یا رب، صدای آشنایی دارد اما نمی دانیم که این صدا از اون سرزمین غربت که تو رای فریاد می زند صدای کیست. از قعر دریا صدا میره به عرش رحمان. این که دست خود بنده بالا می کند با کمال تواضع و فروتنی الله الله میگوید، این الله الله میره به عرش رب العزت و الجلال. که اونجا میره آسمان، عرش رحمان، صدای تو مبارکه. این بنده کیست که الله الله میگه بس صدای لا اله الا انت سبحانک، خدایا تو بزرگی، عظمت رب العزت و الجلال رو از دل شکم ماهی و از درون دریا میگه سبحانک، تو خیلی بزرگی، تو خیلی بالایی، تو خیلی با عظمتی، هیچ کس دیگر نیست. زندان شکم ماهی از این همه چغوری ها فریاد الله را میده. خدا این بنده ای تو کیست که طور صدا میکند، صدایت میاد به عرش، میگه لا اله الا انت، هیچ ذاتی نیست، هیچ معبودی نیست، هیچ خالقی نیست، هیچ ربی نیست. من در تنگنای شکم ماهی قرار گرفتم، هیچ راهی برای نجات این بنده خدا یونس نیست مگر این که توسل بجویم به رب العزت و الجلال. اون خدا میتواند حتی در اعماق مشکلات و غمها هم باشی، فریاد رب بر بزنی، اون میتواند تو را نجات بدهد. الله به ملائکه میگه این صدای یونس من است، صدای بنده من است. یونس پیامبر و نبی من، اون سرزمین غربت شکم ماهی است که از اونجا رب خود فریاد میزند. ملائکه میگن خدایا ای رب و ای مولا، یونس بنده شاکر. رب میگه بله. پیامبر، اون کسی که همیش دست به دعا بود، اون کسی که همیش الله الله را میخواند، او را من زندان کردم، نه در زمین بلکه در زیر دریا، او هم در شکم ماهی. کی میتواند از الله بپرسد چرا چنین و چنان کردی؟ مالک و خالق و رازق هرچه بخواهد آن کند. کسی از رب نمیتواند پرسان بکند. فقط یک چیز الله خیلی دوست داره،
عجز و ناتوانی بندگان. ملائکه گفتن خدایا بنده‌ای که در حالت صحتمندی تو را خواند آیا او را نجات نمیدهی؟ الله میگه من او را نجات میدهم. خداوند به ماهی دستور میده که بنده هم یونس را در جای امن و امان قرار بده. گاه باید با رب و مولایت التماس بکنی و دعا بکنی و از رب و مولا بخواهی. به خدا صدای تو را میشنود. خیلی ارتباط زیبای بنده با رب و مولای خود دارد. اگر رب العزت و الجلال مصیبتی و یا مریضی به سوی تو فرستاد باز هم رب خود را فراموش نکن. ارتباط جانانه با رب العزت و الجلال برقرار بکن. از الله بخواه رب العزت و الجلال یونسی که از اعماق دریا نجات داد میفرماید و کذالک ننجی المؤمنین، من مؤمنین را نجات میدهم. خصوصا در این شرایطی که من و شما در شیوع ویروس کرونا قرار داریم، ضمن از اینکه دوستان من عزیزان من از وسایل طبی استفاده میکنیم رب العزت و الجلال را فراموش نکنیم. اون فریادها را میشنود، او سمیع الدعا هست. خداوند میفرماید فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الی یوم یبعثون. اگر یونس اونجا زیر دریا و داخل شکم ماهی تسبیح مار نمی گفت تا قیامت دو را در اونجا زندانی می کردیم. پس خدا را بخوانید، رب العزت و الجلال این مشکلات و مصائب را از بین می برد. خداوند می فرماید تلک الایام نداولها بین الناس. اینها روزهایی است که در بین انسانها می چرخد، گاه شادی است و گاه غم جاودان نمی ماند. ان مع العسر یسرا، با سختی ها رب و مولای من و تو، عزیز من و تو، مالک دلهای من و تو آسونی ها را می آورد.